سلام، امیدوارم احوالتون خوب باشه. این دومین اپیزود از سری دوگانه هاست. با این سوال اساسی که خودتون رو به دسته آدم‌های پرکتیکال و عملگرا نزدیکتر میدونید یا به دسته آدم‌های اهل نظریه پردازی یا تئوریتیکال. رضا هستم و این نهمین اپیزود از چنل رزیدو آرته. اگر اولین اپیزود از سری دوگانه ها رو دیده باشید، اونجا ما اصلا راجع به مفهوم دوگانه ها صحبت کوتاهی کردیم. گفتیم که انسان برای فهم محیط اطراف و جهان پیرامونش ناگزیر بوده به اینکه الگوهایی رو تعریف کنه برای نزدیکتر شدن و درک بهتر هستی. انگار که متوجه شده بوده که جهان قدمی جلو نمیگذاره برای اینکه خودش رو قابل فهمتر و آرام بخشتر کنه. این بوده که انسان سعی کرده که به نحوی ابزاری برای شناخت بهتر و درک بهتر از محیط پیرامون و جهانی که در اون زندگی میکنه رو پیدا کنه. یکی از اون الگوها دوگانه سازیه، برای یک جور ساده سازی قابل فهم کردن جهان پیرامون انسان. این که گفتیم چقدر ابزار کارایی اصلا این ابزارهای شناختی برای انسان، یکیش همین دوگانه سازیه. این محل صحبت ما نیست، موضوع صحبت ما نیست. ما داریم از یکی از این الگوها، یکی از این ابزارها که همین دوگانه ها باشن استفاده می‌بریم برای اینکه راجع به برخی از اونها بیشتر دقت کنیم، یک مقداری با توصیفاتی ببینیم که توی این دو سر طیف ما کجا قرار داریم. اولین اپیزود رو با توجه به اینکه چنل ما خیلی مبتنی بوده شروعش بر موضوعات یادگیری ماشین، سعی کردیم از یکی از چالش‌های اساسی در تئوری های یادگیری ماشین استفاده کنیم. اون هم ترید آف بین های بایاس یا های وریانس بود. گفتیم فرض کنید شما یک مدل هستید، مدل یادگیری ماشینی، خودتون رو به دسته‌ای می‌بینید که خیلی پیچیده سعی می‌کنه که همه تنوع رو کپچر کنه، در نظر می‌گیره، یا اینکه نه، ساده و به سرعت تصمیم میگیره و اقدام میکنه، حالا هرچند که ممکنه که خطای زیادی هم داشته باشه. این موضوع اپیزود اولمون بود که میتونید اگر تماشا نکردید دوباره تو همین پلیلیست بهش مراجعه کنید رو اون رو تماشا کنید. اما در این اپیزود میخوایم با بهره‌گیری از همون تقسیم بندی یک دوگانه دیگر رو معرفی کنیم، دوگانه عملگرایی یا نظریه پردازی. بیشتر احتمالاً در فضای روزمره، شاید در محیط کار، خودتون شاید ناخودآگاه با این دوگانه مواجه شدید. وقتایی که میخواین کاری رو شروع کنید بیشتر میرید سمت وایت بورد، تخته، برای اینکه ابعاد اون رو بسنجید، ابعادش رو توضیح بدید، یک مقدار پیچیدگی‌هاش رو لحاظ کنید، یا نه سریع مثلا فرض کنید میرید سمت ابزار کارتون، اینجا مثلا فرض کنید سمت پیسیتون، لپتاپتون، که یک شنبه از اون رو اگر برنامه‌نویس هستید مثلا یک کدی بزنید و نتیجهش رو ببینید، یا هر کار دیگه‌ای که دارید با ابزارتون برید یک جور کار کارگاهی اونجا انجام بدید. خب اون آدم هایی که بیشتر به ساید عملگرایی نزدیکن، بیشتر دوست دارن که سریعا دست به عملشن، کارها رو به یونیت ها و واحد های کوچکتر تقسیم کنن، نتیجهش رو نشون بدن، نتیجهش رو خودشون ببینن. خیلی در حوزه ملموسات هستن و تنجبل باشه یک کار، به قولی فیزیبل باشه براشون، که سریع بتونن برن یک قسمت کوچیکی ازش رو حداقل استارت بزنن. اون عزیزا و دوستانی که خودشون رو به دسته نظریه پردازی شاید نزدیکتر ببینن، اونهایی هستن که خیلی
قبل از کار بیشتر راجع به ابعادش فکر میکنن. شبیه همون دسته‌بندی اول، یعنی ما اگر امتداد بدیم انگار اینجا هم عملگرایی همونجوری که توی اون اپیزود اول هم گفتیم یک جورایی نزدیک به هایپایاسه و تئوری پردازی، نظریه پردازی و کارهایی که یک مقداری در سطح انتزاع رخ میده اونها نزدیکم به های وریینس، میتونه اینجوری باشه. از این نظر یک مقداری شاید شما توی فضای کاری دقت کنید آدم‌های این دو دسته صلح بینشون کار سختی باشه. شاید آدم‌هایی باید باشن به عنوان تسهیلگر که کمک کنن از توانایی هر دوی این تیپ آدم‌ها، این تیپ نیروها استفاده بشه در محیط کار، یا حتی شما فرض کنید در محیط روزمره، معاشرت‌ها، دوستی‌هامون، در خانواده. گاهی وقتا خیلی از سوء تفاهم‌ها به خاطر این پیش میاد که اون دو عزیزی که دارن با هم دیگه راجع به یک موضوع صحبت میکنن در دو سر این طیف قرار دارن. این از این موضوع که اخی ما بدونیم که وقتی یک نفر خیلی سریع برای توضیح یک چیز به تئوری پردازی، به اون وایت بورد، به تخته، به کاغذ متوسل میشه و عزیز دیگه ای مثلا فرض کنید سریع میره جنبه کارگاهی موضوع رو میسنجه، خودش به ما کمک میکنه که یک مقداری از شما و پروفایل این کاراکترها آگاه بشیم و از جنبه‌ای که مماس‌تر به ویژگی‌های وجودیشون بهشون نزدیک بشیم. این تیپی ما میتونیم کارهای بهتری هم در معاشرت هامون، در ارزم بزرگتون فضای کاری، از هر دو تیپی که ذکر کردیم داشته باشیم و گاهی صلحی بین نیروهامون برقرار کنیم، یک بالانس کاری به وجود بیاریم. حالا فارغ از فضای کاری، گاهی وقتا در وجود خودمون هم همین هست. شاید نیاز باشه که ما یه تعادلی بین قسمت نظریه پردازیمون و قسمت پرکتیکالمون، قسمت عملگراییمون ایجاد کنیم. یعنی یک تعادلی که خودمون فقط شاید با توجه به شناختی که از خودمون داریم، با کمکی که از مشاورهایی میگیریم، اطلاعاتی که از فیدبک های اطرافیان داریم نسبت به خودمون، شاید بتونیم یک نقطه توازن خوبی رو برای حفظ مزیت‌های اهل نظریه پردازی بودن و عمق دادن، درک پیچیدگی‌ها قبل از شروع و اقدام به یک کار داشته باشیم، در کنار اینکه به سرعت بتونیم کارها رو به واحدهای کوچکتری بشکنیم و نتایجش رو ببینیم. یعنی در اصل یک جور رصد پیشرفت کارها به صورت ملموس رو داشته باشیم. اگر در اون سر طیف هستیم، بیشتر به حوزه عملگرایی نزدیکیم، خب اینجوری ممکنه یک مقدار عمق دادن، یک مقدار آندردهود داستانها رو دونستن رو از دست بدیم، یک مقداری از حوزه نظریه پردازی دور باشیم که خب خودش ورزش ذهنی بسیار زیادیه. ممکنه ما تنوع‌هایی رو در فضای پیرامونمون از دست بدیم، انقدر دیگه در حوزه عملگرایی و در حوزه کارگاهی باشیم که شاید اون ساید نظریه پردازیمون انقدر ضعیف بشه که در مواجهه با مسائل نو، در مواجهه با چالش هایی که پیچیدگی های زیادی داره یا پیچیدگی های بیشتری داره، نتونیم اون فضای روتین خودمون رو ازش خارج بشیم و اینها رو بتونیم درک کنیم، خودمون رو با شرایط جدید وفق بدیم. یک مقداری زیادی ساده انگار، ساده نگر و اهل این که سریع یک اقدام رو انجام بدیم بشیم و با یک مثلا فرض کنید توی لابراتوار، توی کار اگه تجربه داشتیم که فرض کنید با یک تول باکس محدودی همیشه یه سری مسائل روتین رو حل کردیم، با همون جعبه ابزار محدود به مواجهه با مسائل جدیدی بریم که شاید اصلا جعبه ابزار جدیدتری رو بخواد، شاید خلاقیتی بخواد در ترکیب اون ابزارها برای مواجهه با این مسئله جدید. بنابراین بهتره که یک نقطه توازنی هم خودمون برای صلح بین این دوگانه در خودمون ببینیم. اما خواستیم یک مثالی هم از فیلم اوپنهایمر
برای بیشتر جا افتادن این دوگانه بزنیم. اگر این فیلم رو ندیدید که خب حتما ببینید. اگر فیلم رو دیدید و دوست دارید که تحلیل درخشان آقای معززنیا استاد عزیز من رو هم راجبش ببینید، اگر ندیده باشید من این لینک رو داخل کپشن میذارم. بسیار تحلیل درخشانیه و اصلا خوبه که اول اون رو ببینید و بعد اگر دوست داشتید ادامه این اپیزود رو تماشا کنید. من میخواستم بیشتر به شخصیت اوپنهایمر تو این فیلم توجه بدم، همونجوری که خیلی واضح خودش در جایی نقل میکنه تو فیلم که در حوزه لابراتوار و کار کارگاهی میگه من افتضاح بودم ولی در عوض هر موقع صحبتی میشده که در حوزه علمی این سری میرفته به تخته رجوع میکرده برای اینکه فرمول هایی بنویسه و نظریه پردازی کنه. عاشق این که حتی میبینه دیگه در وقتایی که در رخت خوابه داره هی مدام فکر میکنه، در حوزه انتزاع داره برای خودش چیزهایی رو با هم ترکیب میکنه به عنوان نظریه و به شدت متعلق به این حوزه است دیگه. کاری هم که در لحاظ ذهنی میکنه انقدر کار قوی هست در حوزه تئوری که حالا بر اساس چیزی که ما در فیلم داریم میبینیم، من نمیخوام جنبه تاریخی رو بهش اشاره کنم. خودش بعداً نتیجهشو وقتی در فضای عملی، فضای پرکتیکال میبینه، انگار میبینید دیگه از این نتیجه از شرش خلاصی نداره. یعنی شاید خودش نمیدونسته که حوزه تئوری چقدر میتونه حوزه هولناکی باشه به لحاظ اثرگذاری. در جایی هستش که حتی وقتی دارن صحبت میکنن راجع به اینکه اون آزمایشی که تو آلمان شده رو بسنجن، این سری میره سمت تختش، ولی یک تخته‌ای که تخت سیاهی که داره برای اینکه توضیح بده و بسنجه که آیا اصلا ممکن و میسر اون خبری که از روزنامه ها راجع به اون آزمایش ها در آلمان منتشر شده. ولی یکی از اعضای گروهش اگه خاطرتون باشه سری میره سمت این که تو کارگاه اونو چک کنه و سری هم به نتیجه میرسه، میگه ممکنه ولی این محتمله، قبل از اینکه این به اصطلاح تو تخته بخواد با فرمول ها با نظریه پردازی به نتیجه برسه. این خودش نشون میده که این دو سر طیف چقدر از هم دورن و در عین حال خود مسئله نظریه پردازی سرعتی که اونجا داره توی اون سکانس نشون میده میره به نفع عملگرایی. خب حالا همین مثال نشون میده که سرعت مزیت سرعت به نتیجه رسیدن، تنجبل بودن، ملموس بودن، نتیجه تعلق بیشتر به حوزه لابراتوار و عملگرایی و این هاست. اما از طرفی هم شدت اثری که کار عمیق در حوزه تئوری داره مشخصا توی این فیلم نشون میده که چقدر میتونه هولناک باشه و از این جهت اوپنهایمر مثال بسیار خوبی هست برای اینکه یک دوگانه اهل تئوری بودن و نظریه پردازی بودن و اهل اقدام و عملگرایی بودن رو به ما نشون بده، ویژگی های هر دو ساید رو. از طرفی هم این مزیت، اگه بگیم این ویژگی خاصه، این که اگر تو در حوزه تئوری کار عمیقی کنی ممکنه اثرش در حوزه به اصطلاح عملیاتی، در حوزه واقعیت، در حالا من میگم که در امر واقع چیزی باشه که واقعا از تصور خودت هم بیرون باشه، چیزی که در فیلم میبینیم. یه کنایه خیلی جالب دیگه هم باز فیلم داره که حتی از این حوزه عملگرایی و پرکتیکالی رو وسعت میده به اون اتاق آقای ترومن وقتی که اوپنهایمر میره و اون سکانس درخشان هستش که داره توضیح میده که من احساس پشیمونی میکنم، احساس میکنم که دستم به خون آغشته است. و اونجا ببینید اگر ما بگیم اون سر طیف، یعنی از حوزه علمی هم فاصله بگیریم، میریم در حوزه سیاسی، در امر واقع. اون سر طیف کسی هست مثل آقای ترومن که
کاملا به حوزه عملگرایی متعلقه و اصلا مدال های افتخاری که بهش میدن به خاطر اینه که اهل عمل اقدام کرده. همین الان هم ما تو فضای سیاسی روزمره میبینیم که هستن دسته ای از آدم ها، چه در سیاست چه در عام مردم، که مدال هایی میدن به آدم هایی که با قاطعیت تصمیم میگیرن، اقدام میکنن. و اونجا خیلی جالبه که ترومن به اوپنهایمر میگه تو فکر میکنی کسی میگه که مثلا اوپنهایمر این نظریه پردازی بود که باعث ساخت این بمب شد و اینها و مثلا بر سر ناکازاکی و هیروشیما اینا رو انداختن؟ نه، میگن که کی این بمبا رو انداخت. یعنی واز میدونید یک تفکیک روشنی میکنه بین حوزه عملگرایی و اقدام با حوزه نظریه پردازی و اتفاقا اون داره سعی میکنه که بگه اصلا تو کی هستی، مهم این حوزه است، مهم حوزه اقدامه. والا دنیا پر است از این تئوری ها و کسایی که مثلا حتی یعنی ساخت این بمب و اینها رو هم میدونید میبره توی حوزه تئوری. حتی اون اقدام، اون لحظه به اصطلاح تصمیم گیری رو بهش ارج میده و اون رو اصالت میده بهش. اون هم صحنه خیلی جذابی هست، صحنه تکان دهنده‌ای هست، مثلا اونجا که اون دستمال رو آقای گری اولدمن برمی‌داره از کتش و تکون میده جلوی اوپنهایمر. برای من صحنه خیلی فراموش ناشدنی هست، خیلی صحنه تکان دهنده است. خواستم بگم که اوپنهایمر مثال خوبیه برای انداختن این دوگانه. امیدوارم که فیلم رو حتی اگر دیدید دوباره ببینید. اون تحلیل درخشان آقای معزز نیای عزیز که من خودم خیلی لذت بردم ازش، یعنی واقعا این بود که یه بار دیگه فیلم رو دیدم، یعنی انقدر برام ارزشمند بود. اون رو هم که لینکش رو گذاشتم. امیدوارم که این اپیزود براتون هم لذت بخش بوده باشه، هم آورده هایی داشته باشه که بتونید دوباره یک بار با این عینک به اطراف نگاه کنید، ببینید که این دوگانه چطوره در فضای معاشرتیتون، در فضای کاریتون، نسبت خودتون باهاش، نسبت دیگران باهاش. ما در اپیزود بعدی باید برگردیم به سری آموزشیمون و راجع به لرنینگ الگوریتم گرادینت دیسنت صحبت کنیم. کاست فانکشن رو گفته بودیم، با اون موضوعمون رو کامل کنیم. تا اپیزود بعدی خوب و خوش باشید. خدا نگهدارتون.